هفته خبر تو خبر داره براتون از نظام آبکشی که همه مهرهاش در حال آه و ناله و سوز و گدازن که یه نمونش این اژه‌ای گوشخواره. نگذاریم که شیطان وساطت کنه، از این جدایی ها سوء استفاده کنه و سوء ظن درمون ایجاد بکنه. نگذاریم که شیطان صفتان خدای نکرده بین صفوف مسلمین را مؤمنین را از هم جدا کنن. این هم تصویری از عبای پاره عظما در استبل ولایت. صدای کاسبان تحریم و تسلیم، صدای کاسبان تزویر در دیانت و جفنگ در سیاست و عبور از ولایت، صدای کاسبان قمار بر سر وطن، صدای ملت ایران نیست. منظورش از کاسبان تحریم افرادی مثل این بابک زنجانیه که صاف می جنگه و تازه تاکسی اینترنتی هم راه انداخته. ما اومدیم 45,000 دستگاه تاکسی خریدیم، توش دوربین گذاشتیم، حتی اون خانواده‌ای که بچه‌شو میذاره این تو میتونه توی اپش نگاه بکنه بچه‌ش زنده تا مدرسهش میره کجا هستش. قیمتش ما 15% زیر قیمت بقیه هستیم به خاطری که ما کمیسیون به کسی نمیدیم. البته اون طرف داستان این صداها هم تو نظام به گوش میرسه. آقای بابک زنجانی، آقا شما فرمودید که 50 میلیارد دلار میخوام بیارم پشت دست نظام. اولا که شما مثل که قبل از اینکه بری سربازی هیچی پولم نداشتی، تازه سربازی هم رفتی راننده بانک مرکزی بودی. خب مثل که 21 هم خوب بازی میکردی قبل از اینکه بری سربازی. پشت دست نظام بیام یعنی چی؟ پشت دست رو معمولا تو 21 بازار تو قمار میگن. قمارباز مگه بودی شما؟ بیام پشت دست نظام. تهران با اون همه اهنات و لپش 6 میلیارد دلار ثروت داره. شما چجوری 50 میلیارد دلار پول از کجا آوردی؟ نمیخوای تکلیف این روشن کنی؟ مسئولین مملکت، مسئولین نظام نمیخوام بگن این آقا کیه؟ این پولا رو از کجا آورده 50 میلیارد دلار رو؟ البته اینا مهره‌های پشت ویترینن، وگرنه دزد اصلی عظماست که از پشت پرده هماهنگ میکنه. بعد از کاسب تحریم بریم سراغ کاسب تسلیم که یکی از سردسته‌هاشون این شیخ فریه. مقام معظم رهبری به راحتی میتونه هدایت کنه و ارشاد بکنه. حالا اگر یه جایی هم ما تردید داریم، یه جایی هم شک داریم که این کاری که میخوایم انجام بدیم ضرورت داره نداره، خب میشه با مردم مشورت کرد، از مردم پرسید. اون که خواست مردم هست میتونه مبنای استراتژی ملی ما باشه. استراتژی ملی ما اگر بر مبنای توسعه کشور باشه یه چارچوب داره. استراتژی ملی اگر مبنای این باشه که ما بخوایم همه جهان رو بر مبنای که ما میخوایم هدایت کنیم به اون راهی که خودمون تشخیص دادیم، اون یه چیز دیگه است. شیخ فری که معلومه جدیداً بوی کباب به مشابش خورده، نوچه‌هاش رو تیر کرده تا چنین کلیپی از بگو مگوهاش با عظما درست کنن. من دیپلمات نیستم، من انقلابی ام. بلا بنده بگم من انقلابی ام. انقلابی یعنی چی؟ تهدید میکنن که ما میاییم پاره میکنیم، نقل میکنیم. اونو اگر پاره کردن ما آتیش میزنیم. آقا بعضیا فکر میکردن یه منقلی اینجا وجود داره، یه قطعنامه است، اینو میذاریم تو منقل آتش میگیره. دشمن صریح نمیاد با آرمانها معارضه صریح بکند فعلا. چرا؟ اگر ما عقب نشینی کردیم به صراحت هم میرسه. من کسی تو میز مذاکره بحث آرمان و اصول میکنه اصلا اینا چیزایی تو توهمات زندگی میکنن. البته الان وضع خرابتر از این حرف هست. حالا دیگه کارشناسای حکومتی هم اینطوری زیرا به عظما رو میزنن. هرچی ما در سوریه هزینه کردیم رفت، هوا شد رفت. هرچی ما در غزه هزینه کردیم هوا شد رفت. هرچی در هشت شعبی پول دادیم از زمان جنگ با صدام تو الان هوا شد رفت. اصلا قانون اساسی زیر رو بشه، قرآن که نیست که بشه. اصلا ولایت فقیه مردم رفراندوم بده بره کنار بشه با یک فرمان، چه اشکالی داره؟
این هم از آخر عاقبت مشت اقتدار عظما. همه این بالا پایینی ها به خاطر ترسشون از طوفانیه که تو راهه. تورم را کنترل نکنیم شورش می شود. در همین زمینه حسین راغفر اقتصاددان معتقد است در صورت عدم مدیریت صحیح این بحران حتی خطر شورش‌های اجتماعی ناشی از فشار معیشتی نیز دور از انتظار نیست. اینا همه تو شرایطیه که روز به روز به بحران‌های نظام اضافه میشه. باید بگویم که بحران صنعت برق دیگر یک مشکل بخشی یا منطقه‌ای نیست، بلکه به بحرانی ملی و راهبردی بدل شده است. این بحران تنها چراغ خانه‌ها را خاموش نمی کند، بلکه چراغ تولید، اشتغال، آموزش، سلامت و اعتماد عمومی را نیز به خاموشی می‌کشاند. اگر تدبیر نشود شریان حیاتی توسعه و امنیت ملی کشور را تهدید خواهد کرد. حالا دیگه کارشناساشون هم میگن که اگه نجنبیم رفتیم. آقا این وزیره نمیتونه آب گذاشته تا کف خالی شده، صد تا بیالا جیره بندی میکنه. من تعجب میکنم آقا نصف میشه باید تو جیره بندی کنی، نه که بذاری آب خالی بشه بگی آقا جیره بندی آب نداریم. آقا این شد وزیر؟ یه برق نداریم. آقا چجوریه؟ من نمیفهمم. اگر ما نجنبیم ما رفتیم، از بین رفتیم، تموم شده اصلا. خبر تو خبر. مشنگستان این هفته رو با حرفای رئیس جمهور بدبخت خامنه ای شروع میکنیم که دستاورد سفرش به چین اینه. و در حاشیه اجلاس ما تونستیم با رؤسای جمهور کشورهای دیگه همینجوری سرپایی هم که شده گفتگویی داشته باشیم، با همدیگه دست بدیم و تبادلات نظر و این اجلاس. وزرای کابینه زرشکیان هم جز وعده سر خرمن دادن هیچ کار دیگه ای بلد نیستن. حالا ما به زودی هم وضع آبمون خوب میشه، هم وضع گاز الحمدلله و سوخت نیروگاه ها مناسب شده، شرایط هوا و دما هم انشالله همراهی خواهد کرد، مردم عزیزمونم کمک میکنن. حالا بشنوید از پاسدار خالیباف بی چشم و رو که اینطوری نمک رو زخم مردم میپاشه. مردم یک جاهای قطعی برق رو میپذیرن ولی بی‌نظمی در قطعی رو نمیپذیرن. البته همه میدونن که همین حرفا هم خالی بندی و چشم بندیه. الو حالا تو این وضعیت از ترس ریزش بسیجی‌ها میگن مکانیسم ماشه هیچی نیست و جای نگرانی نیست. هیچ گونه جای نگرانی یا هیچ گونه جای به هر حال اینکه تلاطمات جدیدی در پیش رو باشه وجود نداره. به حمدالله ما توانستیم در جنگ. بله اصلا جای نگرانی نیست، به خصوص با وجود این بسیجی‌ها و تئوریاشون. فکر نکنید مثلا ترامپ داره میتازمه، نه واسطید هنوز. خدا صبور باشید. اون خدای حکیمی که گلوله رو بیخ گوش این میبره، آره قصه ها داره، برنامه ها داره و عمدن هم این کارو میکنه که ببینی، بگی ببین این 1 سانتی ورتر بود مرده بود، دیدی نمرد، وایسید ببینید چی میشه. خدای قربونش برم فتنه ها داره، برنامه ها داره برای دنیا. این یکی هم خالی بندی جدید رو کرد و وعده داد که خلبان اسیر میخوان بیارن توی تیوی ریش. به زودی اعتراف خلبان‌های F-35 رو که به اسارت گرفتیم خواهیم شنید و خواهند گفت که چگونه سوختگیری کردن، کدوم کشورها پایگاه‌هاشون رو در اختیار امریکا گذاشتن. ما به زودی خواهیم گفت که مخالفت مردم آمریکا با تصمیم‌های ترامپ بالای 60% هست. 60% مردم آمریکا مخالف حمله ترامپ به ایرانن، 24% هم ممتنعن، فقط 16%. این رئیس جمهوری که این همه ادعا میکنه که میخواد دنیا رو با صلح و سازش خودش پر بکنه، 16% بیشتر طرفدار نداره حتی تو کشور خودش. و تصور بکنید که اینها اضافه بشه به موضع‌گیری‌های سایر کشورها و ملت‌ها. و در نهایت این رو عرض بکنم که آنچه امروز ما
جالبه که خودشون زیراب خالی بندی هاشون رو میزنن، مثل این که اینطوری شمخانی رو دراز کرد. آقای شمخانی یه قصه تعریف کرده برای ملت. شد یا نشد، جا افتاد یا نیفتاد. بله، من تو خونمون بودم، بچم نیم ساعت پیشش رفت بیرون، بعد یه صدایی اومد، بعد سقف ریخت، من 3 ساعت اون زیر بودم، نه صبحم خوندم، بعد نمیدونم چی شد، صدای دیگران رو شنیدم، اومدن من آوردن بیرون، الانم دارم این چیزا رو فوت میکنم. چی اسمش؟ این دستگاه رو دارم فوت میکنم، خدا رو شکر الانم اومدم راهپیمایی. ببینید این قصه نشد بشه، تعریف کرد، هر کی تعریف کنه قصهش جا نمیفته که. تفسیر مخاطب از این شد چطور همه فرماندار زدن این نزدن. مشنگ بعدی این صالحیه که با این شناسنامه شده مدیر مرکز ایران شناسی. پدرم پدر بزرگم متولد کربلا بود. پدر بزرگم من متولد کربلا بود. اما ایشون میاد قزوین ازدواج میکنه، پدرم قزوین به دنیا میاد ولی باز دوباره برمیگردن عراق که من دیگه در کربلا به دنیا آمدم. سال 28 سال 4 فروردین 1328 در کربلا به دنیا آمدم. من که در عراق بودم تا کلاس دوم ابتدایی عراق بودم. بعد که اومدیم ایران، عراق هم در ایران اون زمان مدرسه داشت ولی کم، مثل ایران در عراق نبود. پدرم گفت اینجا بیا مدرسه عراقی برو که عربیت یادت نره. دیگه من دیپلممو بیروت گرفتم. چه سالی میشه دکتر؟ این من 44. اونجا مدرسه شبانه روزی رفتم، دبیرستان شبانه روزی، توی پیش دروزی ها. الان بحث دروزی ها زیاد هست، اینا رو کوه زندگی میکردن. حالا که تا اینجا اومدیم یه قسمت دیگه از سریال این مشنگ رو هم ببینیم. دیروز شما اینجا بوده، اینجا دیروز نیست، فردا هم اینجا نیست. دامکان عوض شده، کره عوض شده، به سو میره. کره زمین که دورش میچرخه، خودش دور خورشیدم میچرخه، کل منظومه میچرخه، حرکت به سوی ناممکناست. زرشکیان یه جمله هم وسط حرفاش گفت که همه گفتن توصیفیه از عظما. و آدمایی که حرفای گنده گنده میزنن، نگاه کنی به سابقه و زندگیش چیزی پشت سرش نی، فقط داره حرف میزنه. در پایان این شما و این یک روایت تاریخی از یک آخوند مشنگ. آقای خونساری گفتن حاج آقا سیل اومده تا بالای رودخانه گرفته، فیضیه پر شده از آب، میچسیم قومو سیل ببره. فرمود منو درشکه سوار کنید ببرید. آوردن لب رودخونه، 2 کلمه دعا خونده، آب دهنش ریخت رودخونه و گفت آقا جون 1 ساعت بعد دیدیم آب رفت پایین.